حقیقت شهادت زنان در اسلام، محدودیت یا حمایت. برخی اشکال می‌کنند و می‌پرسند که چرا در اسلام شهادت زنان نصف شهادت مردانه. اول باید دقت کنیم که در احکام اسلامی همیشه اینطور نیست که شهادت زن کمتر از مرد حساب بشه. در بعضی مسائل که مردها معمولاً امکان آگاهی از اون رو ندارن، قضاوت بر اساس شهادت زنان انجام میشه، حتی اگه یک زن باشه. این موارد به طور مفصل در کتاب‌های فقهی توضیح داده شده. اما چرا در همه موارد شهادت زنان مانند شهادت مردان نیست و مثلا در بعضی مسائل شهادت 2 زن معادل 1 مرد به حساب میاد؟ دلیلش برمیگرده به تفاوت طبیعی نقش‌ها. زنان به خاطر عاطفه قوی و نقش مادری بیشتر از مردان ممکنه تحت تاثیر احساسات قرار بگیرن و بر پایه احساسات شهادت بدن. برای همین اسلام خواسته مطمئن بشه که شهادت دقیق‌تر و محکم‌تر باشه. از طرفی حضور مداوم در دادگاه‌ها و صحنه‌های جرم وظیفه اصلی زن در نگاه اسلام نیست. همانطور که جهاد نظامی از دوش زنان برداشته شده، جهاد حقوقی و حضور همیشگی در این صحنه‌ها هم بر عهده زنان نیست، تا نیاز نباشه که زنان به خاطر شهادت دادن مجبور بشن در محیط‌هایی ورود کنن که پر از جرم و فساد یا صحنه‌های خلاف عفته. چون این فضایی با شأن و طبیعت زن سازگار نیست و حتی میتونه خطر تهدید یا آسیب و تعرض رو برای اونها به همراه داشته باشه. نکته دیگه اینه که در پرونده‌های جنایی شاهد ممکنه توسط مجرم یا اطرافیانش تهدید و آسیب ببینه. طبیعتاً مردها توان دفاع بیشتری دارند، در حالی که زنان آسیب پذیرتر هستند. پس محدودیت در پذیرش شهادت زنان به هیچ وجه به معنای کم ارزشی یا نقص اونها نیست. برعکس، نشون میده که اسلام جایگاه زن رو متناسب با طبیعت، نقش و کرامت ویژه‌ای که داره تنظیم کرده.